خب ما جلسه قبل راجع به کلیات ابرضرب‌ها صحبت کردیم و قضایای اصلی ابرضرب‌ها رو بحث کردیم. وعده کردیم که این جلسه یه مقدار کلیات آنالیز غیر استاندارد و نحوه کاربرد اولترا پروداکت ها رو در آنالیز غیر استاندارد به طور کلی‌تر در ریاضیات غیر استاندارد در واقع بحث بکنیم و کتابای خیلی خوبی در زمینه نان استاندارد آنالیسیس وجود داره که شما میتونید تو وب و اینها پیدا بکنید. یه کتابی بود هستش که متأسفانه باز گلدبلته در واقع، یه جوری با ما دیگه به هر حال رابرت گلدبلت در واقع نوشته که Lecture Notes on Hyperreals، در واقع Lectures on Hyperreals هست که بنویسم. کتاب بسیار خوبی است. جالبه که با اینکه ایشون به نوعی متخصص تو زمینه آنالیز غیر استانداردی است، ولی کتابش واقعا کتابیه که هم اولا تقریبا بیسیک های چیزو داره و نسبتا هم مردم بهش ارجاع میدن برای تکست استاندارد تو نان استاندارد آنالیسیس. خب هدف اینه که من نشون بدم که چجوری در واقع میخوایم از ایده اولترا پروداکت و این در واقع برای بازسازی آنالیز غیر استاندارد صحبت بکنیم. خب آنالیز غیر استاندارد یک پیشینه ای داره به لحاظ تاریخی که برمیگرده به قبل از داستان کوشی و آنالیز مدرن، به این معنی که ما در کتاب‌های تکست آنالیز وقتی راجع به مفهوم حد صحبت میشه و مفهوم پیوستگی میشه، در واقع بر اساس تعریفی است که احتمالاً از کوشی بوده و همون تعریف اپسیلون دلتایی در واقع چیز هست، یا اینکه اگه راجع به مفهوم حد صحبت میشه به همین نحو حد یک دنباله یا حد یک مثلا دنباله از سبابه و هر آن چیزی که مربوط میشه یه جورایی برمیگرده به این به اصطلاح رابطه اپسیلون دلتایی. کاری که شاید بتونیم اسمی که در واقع بشه توش هایلایت کرد لایبنیتز هست، که لایبنیتز برای اینکه بنیان آنالیز و محاسبات در آنالیز رو چیز بکنه، چیزی تحت عنوان حساب بی‌نهایت کوچیک ها رو در واقع بی‌نهایت کوچیک ها یا حالا بریم بی‌نهایت بزرگ ها در واقع ارائه کرد، که یعنی این که مثلا فرض کن اون چیزی که ما تحت عنوان یه عدد خیلی خیلی کوچیک مینامیدیم، این در واقع مثلا وقتی صحبت از یک دلتای بی‌نهایت کوچیک میشد، بی‌نهایت کوچک عددی بود، عددی ناصفر بود که از هر عدد مثلا فرض بکنید که مثلا یک انوم کوچکتر باشه. پس یعنی دلتا ضمن این که در واقع عدد ناصفری بود، ولی از تمام اعداد مثلا یک انوم ها، یک دوم، یک چهارم، یک پنجم، یک انوم در واقع چی میشه؟ کوچیک‌تر میشه. خب این برای اینکه این مطلب توجیه بشه، خب ما میدونیم که خاصیت ارشمیدسی اعداد، اگر شما در واقع در اعداد حقیقی کار بکنین، در اعداد حقیقی نشون میده که بی‌نهایت کوچیک ها وجود ندارن. به هر حال عدد چی داره خاصیت ارشمیدسی؟ ما میگه اگه دلتا مثبت بود آنگاه وجود دارد یه انی متعلق به n، به طوری که n دلتا بزرگتر از یک خواهد شد، که معنیش یعنی که دلتا از یک انوم در واقع چیه؟ بیشتره. درسته؟ پس بنابراین شما نمیتوانید در اعداد حقیقی بی‌نهایت کوچیک ها رو پیدا بکنید. پس اینکه ما از یه طرف میخوایم مثلا با اعداد حقیقی کار بکنیم، از یه طرف یه چیزهای بی‌نهایت کوچیک رو میخوایم مفروض در نظر بگیریم، این در واقع
مسئله اصلی بود که این رو بر این داشت که افراد به جای اینکه در واقع بچسبن به یعنی اینها در واقع یه طرف کار راه مینداختن. یعنی شما وقتی میخواین حد و مشتق و این چیزها رو تعریف بکنین، واقعا اون زمان قبل از اینکه تعریف اپسیلون دلتایی باشه کار راه مینداخت، ولی از سوی در واقع بنیاد منطقی در واقع چیه نداشت. لذا این بودش که ریاضیدانان نهایتاً مفهوم بی‌نهایت کوچیک‌ها رو کنار گذاشتن و تعریف دقیق حد و چیزهای دیگه‌ای که در این زمینه آنالیز بوده بر اساس تعریف اپسیلون دلتایی در واقع چیکار کردن؟ بنا نهادن. این قضیه مون تا اینکه در دهه 50 آبراهام رابینسون دریافت که میتونه بر اساس به اصطلاح روش اولترا پروداکت و روش هایی که در منطق هست در واقع چیکار بکنه؟ بنیان های منطقی حساب بی‌نهایت کوچیک ها را در واقع بازسازی نماید و اون چیزی شد که در واقع شما چی دارین؟ آنالیز غیر استاندارد مینامید و میخوایم تو این جلسه راجبش در واقع صحبت کنیم. این در واقع کار این هستش که شما یک میدان درست بکنین که ما اینجا به نام آرستار مینامیمش. پس هدف معرفی یک میدان هست، یک میدان مرتب که میگیم یک توسیع غیر استاندارد اعداد حقیقی که دو تا ویژگی داشته باشه. طبیعتاً چون وقتی که صحبت از غیر استاندارد میشه، بنابراین اصل داستان اینه که ما توش بی‌نهایت کوچیک و بی‌نهایت بزرگ و امثال این عناصر داشته باشیم. پس عناصر در وهله اول عناصر بی‌نهایت کوچک در آن موجود باشن. این از یه طرف. از طرف دیگه که اینو تحت عنوان ترانسفر پرینسیپال بهش میگن، یعنی مثلا اصل ترانسفر رو مثلا بگیم چی؟ مثلا انتقال بگیم، مثلا حالا اصل ترانسفر در واقع انتقال، مثلا ترانسفر پرینسیپال در واقع بگیم که خواص مرتبه اوله و یا مراتب بالاتر. حالا اینو باید توضیح بدم خدمتتون که منظورم چیه. بالاتر آر و آر استار یکی باشن. یعنی چون نهایتا ما میخوایم حرفایی راجع به اعداد حقیقی بزنیم، بنابراین کاری که باید انجام بدیم چیکار باید بکنیم؟ باید در واقع اون میدانی که درست میکنیم خیلی دور از اعداد حقیقی چیه نباشه و ویژگی هایی که در یه سری ویژگی هایی که اعداد حقیقی دارن در واقع و خیلی 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 ویژگی هایی در واقع چی باشن؟ مشترک باشن. و این در واقع کاری هستش که در آنالیز غیر استاندارد در حالت خیلی خیلی ابتداییش ایجاد میشه و ریاضیات غیر استاندارد یا بگیم مثلا نان استاندارد ست تیوری یا مثلا استاندارد حالا مت یا ست تئوری،
یه جوری همین نگاه هست، منتها به جای که شما به مثلا فقط عدد حقیقی نگاه بکنید و مثلا توابع روش، زیر مجموعه های روش، میتونید یه یونیورس در نظر بگیرین. چون کل ریاضیاتی که داره اتفاق میفته وقتی صحبت از مثلا توپولوژی دارید میکنید، یه فضای توپولوژیک، یه فضای توپولوژیک چیه؟ یه مجموعه است به علاوه یه سری زیر مجموعه رو. خب پس میتونیم به جای اینکه مثلا اون فضای توپولوژیکی که داریم مورد بررسی قرار میدیم، یه اولترا پروداکتی از اون فضای توپولوژیک در نظر بگیریم. پس مجبوریم یه سری آبجکت ها رو در واقع در داخل این چیز انجام بدیم. خب اگه راجع به مثلا فانکشنال آنالیسیس دارین صحبت میکنین، دارید راجع به مثلا فانکشنال ها دارین صحبت میکنین. فانکشنال ها چی هن؟ فانکشنال ها یه تابعی هن مثلا از اون فضای برداری یا اون فضای هیلبرت به اعداد حقیقی. خب پس مثلا شما تو یونیورستون باید یه یونیورستون در واقع اون توابعی که مثلا از فضای برداری یا اون فضای هیلبرت هست به آر در واقع چیه در نظر گرفته بشه. پس شما انگار یه یونیورس دارین که اون مثلث کذایی سه تئوری رو ما میتونیم رسم بکنیم و به جای اینکه در واقع یعنی شما اینجا یک یونیورس دارید و میایید در واقع به جای اینکه ویو در نظر بگیرید وی استار رو صحبت میکنید. حالا تو این جهان ممکنه مثلا اوردینالا وجود داشته باشن، یه سری اوردینال نااستاندارد پیدا میشه، اعداد طبیعی وجود دارن، میشه چی؟ میشه در واقع توصیه غیر استاندارد اعداد طبیعی. تو این فضا اعداد حقیقی وجود دارن، میشه یعنی در واقع انگار شما یه یونیورس دارین و نان استاندارد یونیورس رو در واقع چیکار میکنین؟ در نظر میگیرید و کلی قضایای مثلا میگی که non standard proof for certain theorem in mathematics. معنیش یعنی چی؟ معنیش اینه که شما اون آبجکت هایی که تو اون بحث لازم بوده رو در نظر گرفتین، بر اساس اون شما اومدین در واقع نان استاندارد یونیورس رو در نظر گرفتین، اون قضیه رو در اون نان استاندارد ثابت کردین، بر اساس ترانسفر پرینسیپال اینو منتقلش کردین به کجا؟ به همون آبجکت های استانداردتون. پس این مسئله بسیار مهمه که شما بتوانید از یه طرف یه حرفی رو توی اون نان استاندارد بزنین، از یه طرف بر اساس ترانسفر پرینسیپال این حرف رو برگردینید تو همون آبجکت چی؟ آبجکت استاندارد خودتون. این کل جریان چیز هستش. خیلی خوب، حالا من برگردم به پس ما الان در حال یک مثال بسیار بسیار خاص از نان استاندارد یونیورس هستیم و اون نان استاندارد چیه؟ آنالیسیس هستش و من میخوام در واقع سعی کنیم خیلی حداقل در رابطه با مفهوم حد و پیوستگی و یه مقدار هم توپولوژی طعم در واقع این چیزها رو چیز بکنیم. بعد مثلا فرض کنید اگر راجع به مثلا مفهوم نان استاندارد دیفرنشیشن باشه، شما میتونید اینم ادامه بدین. نان استاندارد مثلا اینتگریشن هم باشه، میشه ادامه داد و به همین نحو در واقع این کار رو میشه به اصطلاح انجام داد که کتاب Lectures on the Hyperreals در واقع 2/3 کتاب مربوط میشه به دیولپمنت حساب دیفرانسیل انتگرال روی اعداد حقیقی. خب حالا ببینید شما مثلا پس من میدان اعداد حقیقی رو در نظر میگیرم. خب پس من این ساختار رو دارم، در واقع ساختاری است که یک ساختار حلقه‌ای داره که در ویژگی‌های میدان بودن صدق میکنه. این که جمع و ضرب جابجایی هن. این معکوس جمعی داریم همواره، این معکوس ضربی داریم برای اعداد ناصفر و جمع و ضرب در خواص مثلا پخشی و امثال این چیزا صدق میکنن. از این طرف یه اوردر داریم که اون اوردر در واقع چیه؟ با جمع و ضرب یه کانسیستنسی داره، به معنی که اگه آ کمتر از بی بود میتونیم از طرفین سی رو جمع بکنیم، حذف بکنیم در واقع و این
در واقع این کارا اگه آر مثبت بود بی هم مثبت بود آی به علاوه بی مثبته. امثال این ویژگی های ابتدایی که در واقع شما میتونید بگید رو میتونید بگید که اینها همه در یک اگه بخوایم مثلا اکسیوم بندی بکنیم میشه ریل، میشه چی؟ ببخشید میشه ordered fields. پس من همه این ویژگی هایی که من گفتم در واقع چی هستن؟ به تحت عنوان ordered field هستن. پس وقتی میگم OF منظورم اکسیوم هایی هست، اکسیوم هایی هستش که چی رو در واقع بیان میکنه؟ که علل اصول شما باید بتونید اینها رو در زبان مربوطه بنویسید و اینها در واقع بیان میشه. خب پس از طرفی وقتی من میخوام آرستا رو در نظر بگیرم به هر حال باید با یک میدان در واقع چی سر کار داشته باشم؟ به اصطلاح میدان به اصطلاح مرتب سر کار داشته باشم. دیگه چه چیزایی در واقع مهم هستن؟ یک تئوری هست تحت عنوان Real Closed Fields RCF که در واقع اکستند میکنه Ordered Field رو که خواص مرتبه اول این structure رو up to completeness در واقع چیکار میکنه؟ بیان میکنه. این اصول چه چیزایی اضافه میشن؟ این اصول این میشه که هر عنصر ناصفری باشه، هر عنصر مثبتی باید توان در واقع یک عدد باشه، یعنی هر عدد مثبتی ببخشید هر عدد مثبتی مجذور یک عدد است. این در عدد حقیقی درسته دیگه، درسته. پس ولی در کیو درست در کیو درسته یا نه؟ نیستش. درسته. پس ببینید یعنی الان این ویژگی که عرض کرد چون رادیکال 2 وجود نداره دیگه، رادیکال 2 پس میگم x مثبت است اگر و تنها اگر وجود داشته باشه y که y به قوه 2 بشود x. این تو کیو برقرار نیست. پس ببینید الان این ویژگی که گفتم اعداد حقیقی رو از اعداد چیز در واقع چیکار کرد؟ جدا کرد. دیگه چه ویژگی های مختلفی میشه بیان کرد. مثلا قضیه مقدار میانی که مثلا اگه یه تابعی یکی از نتایج قضیه در واقع در عدد حقیقی که نتیجه کامپلیتنس هست اینی که اگه یه تابعی مثبت بود یه جایی هم منفی بود یه جایی باید این تابع چی بشه؟ صفر بشه دیگه. در واقع یه حالت خاصی از اینترمدیت ولیو تیورم در واقع میگه که اگه یه تابع پیوسته یه جایی اف آ مثبت بود مثلا اف بی منفی بود آ هم از بی کمتر بود یه جایی باید بین اینا در واقع چی بشه؟ این بیان این صفر بشه. خب اینو که به طور کلی نمیشه گفت چون همه توابع پیوسته رو نمیشه روش سور بست، اما توابع چند جمله‌ای رو میشه گفت. چون توابع چند جمله‌ای رو میتونیم به عنوان یک ترمی تو چیز بگیم حالا اگه تابع چند جمله‌ای داشتیم تو آ مثبت بود تو بی منفی بود باید این چند جمله یه جایی باید چی داشته؟ یه ریشه داشته باشه. خب این قابل بیان هست و این چیز رو در واقع میگن Real Closed Fields در واقع RCF که قضیه تارسی میگه که چی؟ RCF کامل است. کامل است و دارای حذف سور است. بله؟ THR بله. در واقع THR یعنی در واقع RCF Real Closed Field ها یعنی یه Real Closed Field ببخشید یه تئوری هستش کامل در زبان این نوشته میشه. همینا که گفتم به زبانی در واقع بیان میشوند. در طبیعتا هر اوردر فیلدی کاراکتریستیک صفره، یعنی شما نمیتونید کاراکتریستیک پی پیدا بکنید چون اگه x مثبت باشه 3x هم باید مثبت باشه دیگه، 5x هم باید مثبت باشه، نمیتونه px مساوی با صفر باشه. مثلا اوردر فیلد یه مسئله آسون اینه که هر اوردر فیلدی کاراکتریستیک صفره. پس یعنی در واقع اوردر فیلد بودن کاراکتریستیک رو در واقع چیکار میکنه؟ مشخص میکنه. خب این تئوری کامل است. کوچکترین
میدانی که در واقع شامل در واقع یعنی مدل این تئوری هست یک مدل شماراست که میشه اعداد جبری، میشن اعدادی که ضمن این که در واقع چیز هستن اعداد جبری حقیقی در یه چند جمله‌ای در واقع چیکار میکنن؟ صدق میکنن و چند جمله رو اعداد کیو یا مثلا فرق میکنه رو اعداد صحیح در واقع چی هستن؟ چند جمله. این مدل این کوچکترین مدل